تو داستان کاناداشو میدونی که پلیس گرفت؟ بله بگیم نگم که اصلا میترکم. خب مثلا انگلیسیش اینا خیلی خوبه رضا دیگه، اصلا یه وضعیه یعنی یه سونو رو میدونه ولی 95% جابجا استفاده میکنه در این حد. رفتن کانادا برای اجرای نمیدونم یا فیلم یا تئاتر اینا، پاسپورت اونجا که دونه دونه میرن پاسو میدن به پلیس، از اون واجهه پلیس پاسو دیده گفته که چند وقت میخوای بمونی؟ این به جای اینکه بگه 10 days 10 روز گفته 10 years 10 سال. 20 تا پلیس ریختن روش. آره با قپونی بردنش توی اتاق. آخه پلیس نگاه کرده گفته ویزای مثلا بهش 3 ماهه دادیم، تو چش من پلیس نگاه داره میکنه، بهش میگم چند وقت میخوای بمونی اینجا؟ پر رو میگه 10 سال. خب به 3 ماه دادیم 10 سال. باز دوباره پرسیده گفته هالان؟ گفته 10 years. بعد داشتن میبردنش با اون دوستانی که بوده، گفته علی اینا دارن میبرن. برده بودن گفته بودن بابا این اکتور معروف، دایرکتور و کارگردان اینو زده بودن توی اینترنت، دیدن رزومش ماشاءالله چقدر آدم معتبریه. بعد پلیس رد میشده اینجوری میگفته 10 years. یه بارم گفتن که برای چی اومدی خارج از کشور یا کجا داریم، به جای اینکه بگه آیم توریست گفته آیم تروریست. اونجا دوباره گرفتن و کردن تو گونی و قپونی زدن و 5 ساعت اون توپ زدن و تا دوباره رزومه‌شو آوردن، دیدن این نه افتخار رضا عطارایی.